بریان کلدو آشور هنه عرب هنه پارتیا پیده بریاره قدخکرنا درکتنا جوانین دورا جزیره یا روجاوای کردستانی جی دوره درخست. دبیجه نابا تو جوان تمنوی دناو برا 18 حتی 30 سالی دا جی جزیره درکوا بکو مولتج آسایش وربگره. دوکن عن برکات سروک دستیان افخویا کانتونا جزیره کو پیده و حوالبندنوی لروجاوای کردستانی را گهاندی بریارک درخست. و تدا درکتنا جوانین دورا جزیره جی دوره بکو مولت آسایش پیده قدخدکا. کن عن برکات ده بریار ده دبیجه او بریار لسر دخوازا دستیا برگری و پاراستنا ریو بریا خوسریا و همون آوندن آسایشا پیده جبوی بریار آگه داردکا. برکات ده بریار خود دخواز جن آوندن آسایش دکا کونه هیلن تو جوانین تمنیوان دناو برا 18 تا 30 سالی دا جه کانتونا جزیره درکوا یان پشتگریه که ریو بریا تجنی دا بسر دستیا برگریه لگلبا. هروها دوی پجراندنا ناونده آسایشا هری نزیکی جهوی را وربگرا. جعلی خواه انجمنان اجتماعی کرد سوریه اف بریاره کانتونا جزیره و که بریاره که شاش دید. و جارک دن بانگلوان کر کلوی بریاره خواه وگرن. نعمت داود جگره سروک انجمنان اجتماعی کرد سوریه جار کرا اف بریاره کانتونا جزیره رد کر. و گوت اف بریار هاتیاج با جیب جیکرنا لشکریان چاری. و موکو انجمنان اجتماعی کرد سوریه هلوستا خواه دوی درباره دا جگلی روجاوای کردستانی را دیار کریا. و گوت اف بریارن وها و ببه سدما والا کرنا روجاوای کردستانی. نعمت داود هر وها گوت جوانی کوباوریاوی به سیاستا پیده نه و چاوا تولی یپگه ببا. و گوت اف بریارک شاشا و ناکوه خزمتا گلی روجاوای کردستانی. جگره سروک انجمن دریا آرکره بانگله پیده کر کول بریارن خواه وگره و تکزیل سر دانوستاندنا دنباره هر دو انجمنان دکر جبو چار سرکرنا کریزان. دزانین که انجمن تشریعی کانتونا جزیره بسر پیده وان دمهابوری دا یا سایا لشکر کرنا نچار لدوره جزیره یا روجاوای کردستان را گهاند بو کوته دا دویجه هر مالباته کی یک کس تولی هزن واببا. عدل احمد، پروگرام آرک.